بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد پاک خداوند متعال. در این ویدیو موضوع مورد بحث ما عبارت است از ایمان مجمل. ایمان مجمل از نامش معلوم میشه، یعنی ایمانی که به شکل اجمالی، به شکل کلی نازل شده باشه. در این ایمان فقط از نام پاک الله متعال یاد میکنیم. ایمان مجمل عبارت است از بسم الله الرحمن الرحیم. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. یک دفعه دیگه، آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. خب، وقتی که چند جمله عربی رو میگیم هدف ما چیست؟ از این چند جمله چی رو میفهمیم، چی رو میخوایم که بگیم؟ ترجمهش عبارت است از آمنتو بالله، یعنی من ایمان آوردم به خداوند، به خداوندی که کما هو به اسمائه و صفاته، همونطور که خداوند از نامها و صفاتش معلوم است. و قبلتو جمیع احکامه، و ما تمام احکام و اوامر را که خداوند متعال گفته قبول دارم. اقرار باللسان، به زبان خود اقرار میکنم، و تصدیق بالقلب، و به قلب خود هم قبول میکنم و تصدیق میکنم. ایمان هم شرطش این است که فقط نباید در زبان باشه. ایمان اقرار به لسان و تصدیق به قلب، یعنی تنها نباید ایمان در زبان باشه و در قلب هم باید عملی شود. تشکر. teachteam.online ستاسو د خوښ زده کړې ستاسو په خپل کور کې